بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، در ادامه بحث نشانه های قیامت فایل ششم هستیم. صحبت کردیم درباره دجال و بعد از آن که توسط حضرت عیسی علیه السلام کشته میشه و فتنه دجال تموم میشه. حضرت عیسی وقتی میاد پایین، گفتیم که با حکم و شریعت محمد صلی الله علیه وسلم حکم میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم صلی الله علیه وسلم حکما مقسطا فیکسل الصلیب و یقتل الخنزیر و یدع الجزیه و یفیض المال حتی لا یقبله احد. در روایت دیگه اماما مقسطا و حکما عدلا، در روایت دیگه حکما عادلا، در روایت دیگه حتی تكون السجدة الواحدة خیرا من الدنیا ما فيها. سپس ابو هریره فرمود این آیه را بخونید اگر خواستید. و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موتی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید قسم به آن کسی که جان من به دست اوست، نزدیک است که در بین شما عیسی ابن مریم نازل بشه به عنوان حاکمی عادل، صلیب را میشکنه، خنزیر را میکشه، جزیه را قبول نمیکنه. در زمانش مال زیاد میشه تا اینکه کسی مال از کسی قبول نمیکنه. اینقدر مال زیاد میشه که کسی از کسی مالی، صدقه، زکاتی قبول نمیکنه. و خیلی از اهل کتاب کسی نیست، بلکه کسی نیست مگر این که به عیسی ابن مریم ایمان میارن. تموم شد دیگه. در دنیا دینی به جز اسلام باقی نمیمونه. میشه دین اسلام، شریعت محمد صلی الله علیه وسلم حاکم میشه بر کل جهان. و در همان زمان گفتیم که مهدی محمد بن عبدالله خلیفه مسلمانان، زمام امور مسلمانان را دست میگیره. مسلمانان در زیر یک پرچم جمع میشن. خلیفه واحد، خلیفه راشده بر میگرده و اسلام دوباره به اوج عزت میرسه. دیگه تموم شد، فتنه دجال تموم شد، مردم همه مسلمان میشن. دیگه در روایتی است که الله سبحانه و تعالی به حضرت عیسی یک خاصیتی داده که هر کسی از نصارا، کسی از غیر مسلمان، اگر کسی او را ببینه، اگر ایمان نیاره، یعنی اون باعث هلاکتش میشه. در هر صورت بعد از این گفتیم که حضرت مهدی هم به عنوان که محمد بن عبدالله هست، به عنوان خلیفه مسلمان با حضرت عیسی در یک زمان هستن. در یک زمان، در زمان ایشان خیر برکت زیاد میشه. حالا بذارید یعجوج ماجوج رو صحبت بکنیم تا بعد بگیم که اون خیر برکت چجوری زیاد میشه. خب یعجوج و ماجوج از نشانه های بزرگ قیامت به ترتیبش اگه ما حساب بکنیم، بعد از دجال خروج یعجوج و ماجوج هست. فتنه بس بزرگ، فتنه بس بزرگ. الله سبحانه و تعالی میفرماید حتی اذا فتحت یعجوج و ماجوج و هم من كل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقتی که در روی یعجوج و ماجوج باز شد براشون، مجال باز شد که بیان، الله سبحانه و تعالی امر خودش اجرا میکنه. قومی هستن از نسل حضرت نوح، یعجوج و ماجوج چون زیاد هستن، یعنی علت اسمشون یعجوج و ماجوج برمیگرده میگن به عجیج، یعنی به خاطر که زیاد در بعضی میگن عجیج النار، عجیج آتش، به خاطر بعضی میگن به خاطر که زیاد هستن، بعضی میگن به خاطر از اجاج، یعنی آب شور از فرزند نوح، نسل یافس فرزند نوح هستن. یعجوج ماجوج به اتفاق نسب شناسان از نسل یافس ابن نوح هستن. و یعجوج ماجوج گفتیم بعد از ظهور
دجال و بعد از نزول عیسی ابن مریم هست. میان حمله میکنن. این قوم که تعدادشون فقط الله میدونه، قومهای چشم بادامی مانند همون چینی و کره هستن، از همون نسل هستن. وقتی وارد شدن دیگه پناه بر خداوند، چیزی بر روی زمین را سالم نمیگذارن. هر شهری رسیدن خراب میکنن، هر کسی را دیدن میکشن، در زمین فساد میکنن. مسلمانان و صالحان با حضرت عیسی میمانن، میرن در بالای کوه طور، همانجا پناه میگیرن تا وقتی که الله حکم خودش رو صادر بکنه. و یعجوج ماجوج در زمین میگردن و فساد میکنن، هر چی را دیدن میکشن. حتی از دریاچه هایی که رد میشن اینقدر تعدادشان زیاده، اینقدر تعدادشان زیاده که الله خودش میدونه که وقتی از دریاچه ای رد میشن، میگن نفر اولی که وارد میشه از آب اون دریاچه میخورن، آخرین نفری که رد میشه میگه زمان اینجا دریاچه بوده. سبحان الله، چه قومی هستن. الله خودش حفظ بکنه که ما دیگه نبینیمش. فساد میکنن، رو زمین میکشن، خراب میکنن، برباد میکنن همه چیز. وقتی از رو زمین فارغ شدن، تیرشون میفرستن به آسمان، تیرشون خونی برمیگرده. میگن از قتل کشتار اهل زمین فارغ شدیم، حالا بریم به سوی خداشون هم نابود بکنیم. نعوذ بالله. تیرشون خونی برمیگرده و فریب میخورن، میگن دیدید خدا رو هم کشتیم. نعوذ بالله. بعد از آن حضرت عیسی در برابر یعجوج ماجوج هیچ طاقتی نداره، قوتی نداره. از الله سبحانه و تعالی سوال میکنه، درخواست میکنه. مؤمنان در کوه طور همونجا محاصره هستن، اونجا غذا گیرشون نمیاد. غذای آنها، آب اونها، آذوقه آنها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر است. الله سبحانه و تعالی حکم خودش رو صادر میکنه، دعای حضرت عیسی قبول میشه. دعا میکنه که خدایا ما طاقتش نداریم، خودت شر این قوم فاسد و مفسد را از سر ما و امت کم بکن. الله سبحانه و تعالی با عذاب خودش آنها را نابود میکنه، با کرمی در گردنشان، اون کرمی که در بدن حیوانات که عربی بهش میگن نغف، در زبان محلی ما بهش میگیم کشم، نمیدونم فارسی چی بهش میگن. اون کرم تقریبا اون تو پوست حیوانات در میاد، تو گردنشان، از گردنشان بیرون میاد و اونها را نابود میکنه. میفتن با همون کرم نابود میشن، همه هلاک میشن، تعدادشون زیاد. حضرت عیسی و مؤمنان برمیگردن، میبینن که دیگه جثه های ریخته، لاش و جثه هاشون تمام زمین را آلوده کرده. دوباره از الله سبحانه و تعالی درخواست میکنه که خدایا شر جثه هاشون از سر ما کم بکن. الله سبحانه و تعالی در روایات اومده که مرغ‌های مانند گردنشون مانند شتر است، گردن بلند مانند شتر، مرغ‌هایی که الله میدونه از کجا میان به کجا میرن. میان همه این جسدها و جسمهای گندیده این قوم فاسد مفسد که اینها همه جهنمی، اهل جهنم هستن، چون همه کافر هستن، اینها را بلند میکنه از زمین. بعد از آن دوباره خونشون و خونابشون زمین را آلوده کرده. الله سبحانه و تعالی بارانی نازل میکنه. این باران معروف از 7 شبانه روز باران میاد که تمام، یعنی هیچ شهری، هیچ روستایی، هیچ خیمه‌ای، هیچ خانه گلی، پیامبر صلی الله علیه و میفرماید که لا یبقى بیت مدر ولا وبر، یعنی هیچ خانه مویی، یعنی خیمه، نه اون خانه گلی، خانه ای نیست که مگر این باران به آن داخل نشه. یعنی تمام شهرها، همانجا، همه جا باران میاد و زمین را مثل آینه میکنه، پاک میکنه از، و جسد اینها برده میشه، معلوم نیست کجا پرت میکنن و برای همیشه فتنه یعجوج و ماجوج هم تمام میشه. ظاهرا این فتنه خیلی زیاد طول نمیکشه، مانند دجال نیست. بعد از آن باران میاد، بعد از آن زمین سرسبز میشه، گلستان میشه دنیا، مردم همه مسلمان، شریعت دین اسلام محمدی صلی الله علیه وسلم. حضرت عیسی به عنوان پیامبر اولوالعزم، محمد بن عبدالله مهدی موعود به عنوان امیر و خلیفه مسلمانان با برادری و محبت و ایمان در زیر سایه پرچم اسلام در
اوج رخا و سعادت و امنیت که گفتم در فایل گذشته، زمانی است که دیگه اینقدر برکت میاد، اینقدر خوشی و سعادت میاد در طول تاریخ از زمان حضرت آدم تا روز قیامت، چون این روزی به چشم خودشان ندیدم. میشه یک بهشت. یک دانه یک خوشه انگور یک قبیله کفایت میکنه، یک دانه انار یک قبیله کفایت میکنه، دانه گندم میشه مانند هسته خرما. گفتم بازم تکرار میکنم، بچه ها با مار با عقرب بازی میکنن، دیگه نیش عقربی اذیت آزار به ما نمیرسانه، دیگه تموم شد، امنیت کامل، ماری اذیت نمیکنه، گرگی حیوانی را نمیدارد، مال زیاد میشه، کسی صدقه قبول نمیکنه، خیرات و برکات زیاد میشه. مسلمانان دیگه همه اسلام، همه جا اسلام است دیگه، دین اسلام 100%. و همان وعده ای که الله به پیامبرش داده که دین خودش و نور خودش، والله متم نوری ولو کره الکافرون. ای ملحدان، ای کافران، ای مشرکان، هر چی میخواید بکنید، هر چه نقشه بکشید برای بربادی مسلمانان، برای گمراهی مسلمانان، روز شب دارن نقشه میکشن. بدبختا، بیچاره ها، خودشونو خسته میکنن. الله سبحانه و تعالی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، با این شبهاتشان، با این پیام هاشون، با واتساپشون، با کانال های مزخرفشون، کانال های جیمشون و فارزیوانشون، انواع اینا، فیلم های ترکیهشون، با شبهاتشون، با شهواتشون، با همه تمام سلاحشان به کار میبرن که اسلام را نابود بکنن. والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. اگر کافران برخلاف میل اونها، اگر چه دوست نداشته باشن، الله نور خودش رو کامل میکنه، نور الله کامل میشه. بعد از آن حضرت عیسی فوت میکنه، حضرت مهدی محمد بن عبدالله بر حضرت عیسی نماز میخونه و حضرت مهدی هم فوت میکنه. این دوران 7 سال حضرت عیسی و حضرت مهدی 7 سال در بین امت میمونن. در روایت از حضرت مهدی 9 سال. حضرت عیسی وقتی بالا برده شده عمرش 33 سال بوده، اینجا 7 سال 40 سال، سن 40 سالگی از دنیا میره. سبحان الله. 3000 سال، 2000 3000 2000 اندی سال در آسمان ها بوده، تغییر نکرده، پیر شده، همون سن با به زمین برگشته. الله اکبر. از این قدرت الله جز این که سر تعظیم فرود بیاریم بگیم سبحان الله سبحان الله، چیز دیگه نمیتونیم بگیم. فتنه یاجوج ماجوج تمام میشه، حضرت عیسی از دنیا میره، حضرت مهدی از دنیا میره. کم 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 اسلام و این دین اسلام و این شریعت کم کم نسلا در نسل میگذره. دوباره شیطان میاد وسط، دوباره اسباب گمراهی انسان ها و مسلمان ها را فراهم میکنه تا اون چیزی که الله مقدر کرده دوباره